بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستم حضوری تک تک شما دوستان و بینندگان خوبی تلویزیون آرزو و بخصوص ویژه برنامه پارلمان. دوستان عزیز، شما را خوش آمدید میگیم به این برنامه. این هفته در ویژه برنامه پارلمان مهمان داریم در برنامه خود جناب محترم فرهاد عظیمی، نایب منشی مجلس نمایندگان افغانستان را در برنامه با خود داریم. جناب عظیمی، شما را خوش آمدید میگیم به این برنامه. خوش آمدین و در مورد فرمان جناب آقای کرزی که اخیراً صادر کرد و در امر مبارزه با فساد اداری می‌خواستیم که واکنش مجلس نمایندگان افغانستان را که شما به عنوان یک عضو فعال هیئت اداری و هستین در پارلمان افغانستان، دیدگاه شما در این مورد چی هست و این فرمان آقای کرزی که صادر کرد تا چه اندازه در شرایط فعلی افغانستان منشأ اجرایی به خود میگیره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض ادب احترام خدمت بینندگان عزیز تلویزیون شما و شما در قدم اول تشکر میکنم که این موقع را مساعد ساختیم که ما در این برنامه اشتراک بکنم و دیدگاه خود و دیدگاه پارلمان افغانستان را خدمت شما بیان بکنم. البته فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان را که ما مطالعه کردیم، خب از لحاظ حقوقی یک مسئله که ما اونجا دریافتم این که سلسله مراتبی که باید رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و همکارانشون که در تهیه این فرمان تلاش کردن، یک نقیصی را دیدم، این که شورای ملی مطابق با قانون اساسی از لحاظ سلسله مراتب دومین ارگان دولت افغانستان شمرده میشه. بنابراین موقعی که در قانون اساسی امریکا، کانگرس امریکا یا مجلس نمایندگان و سنای امریکا در اولویت قرار داره، قبل از اینکه صلاحیت‌های رئیس جمهور و سایر نهادهای دولت امریکا در اوج پیش بینی شده باشد، شورای ملی پیش بینی شده. این به این مفهوم است که از لحاظ سلسله مراتب این عالی ترین ارگان در چوکات دولت امریکا شناخته میشه. به این شکل صلاحیت‌های شورای ملی و فصلی که مربوط به شورای ملی میشه بعد از امور رئیس جمهور و وظایف رئیس جمهور پیش بینی شده. متاسفانه در این فرمان اول قوه قضاییه در نظر گرفته شده و راجع به قوه قضاییه و فعالیت‌هاش بعض مسائل پیش بینی شده و شورای ملی در مرحله دوم قرار گرفته که طبیعی است از لحاظ سلسله مراتب و جایگاه حقوقی یک اغماض در این فرمان صورت گرفته. و وظایفی که در این فرمان به نهادهای مختلف دولت افغانستان سپرده شده جزء وظایف عادی و روتین نهادهای دولت افغانستان است. به این معنی که خب دوسیه ها زود مورد رسیدگی قرار بگیره یا در عموم مدت زمانی که قانون پیش بینی کرده دوسیه ها فیصله شود. این طبیعی است که جزء وظایفی است که مکلفیت داره اون نهادها همین مسائل انجام بده. پرونده کابل بانک رسیدگی سرش صورت بگیره، رسیدگی در حال جریان است، یک تاکید شده و یک مدت زمان را در این مسئله پیش بینی شده. کمیسیون انتخابات باید طرح قانون انتخابات در ظرف 2 ماه آماده بسازه. خب اما این وظایف را که وقتی ما میبینیم این گپ جدیدی نیست، جزء وظایف روتین و عادی نهادهای دولت افغانستان است که باید این وظایف انجام بده و مکلف به اجرای وظایف است. مدت زمانی که پیش بینی شده بستگی به این داره که خود اداره امور و دارالانشای شورای وزیران و سایر نهادهایی که در این فرمان پیش بینی شده که در جهت تطبیق این فرمان تلاش خود را داشته باشد چقدر روی مثلا نظارت صورت میگیره. ما به عنوان پارلمان افغانستان 2-3 موردی که جز صلاحیت‌های قانونی ما است و در این فرمان تاکید شده و طبیعی است که رئیس جمهور در عرصه قوه قرار داره و وقتی که یک هدایت یا یک تقاضای انجام میپذیره از طرف رئیس جمهور افغانستان، ما به عنوان شورای ملی و پارلمان افغانستان مکلف به این هستیم که مطابق با صلاحیت‌های قانونی خود اجراعات خود را داشته بوده باشیم. با در رابطه با تسریع روند قانونگذاری در پارلمان که بسیاری از قوانینی که حکومت فعلا تا یک مکتوب جز اولویت‌های کاری دانسته و این قوانین تصویب شه در اولویت کاری اولوسی جرگه تقاضا کرده، طبیعی است که ما در کمیته رؤسا کمیسیون هایی که این قوانین برشان ارسال شده
از او کمیسیون ها تقاضا کردیم که اینا در آجنده و دستور کار کمیسیون های خود قرار بدن که هرچی عاجل آماده بحث در مجلس عمومی شود و بالاخره تصویب شود، یا اگر قراردادها و موافقتنامه‌های بین المللی است. در رابطه با روند نظارتی که از پارلمان تقاضا شده که روند نظارتی پارلمان تقویت شود در جهت خود نظارت از عمل کرده در حکومت، در این رابطه ما اقدام عملی را آغاز کردیم و قرار است که کمیسیونی که مطابق به مواد قانون اساسی افغانستان بررسی کمیسیونی خاصی است که به موارد خاص این کمیسیون ایجاد میشه و بررسی اعمال حکومت را به عهده داره، روی مثلا کارهای آغاز شده و به کمیسیون ها و گروپ های پارلمانی مطابق با اصول وظایف داخلی نامه های ارسال شده که اینا نماینده های خود را معرفی بکنن. وقتی که نماینده ها معرفی شد در تالار عمومی مطابق با قانون اساسی افغانستان باید رأی بیاره و در معرض رأی گیری قرار بگیره که این کارا رو ما انجام دادیم. بنابراین به صورت کلی من فکر میکنم که خوب گپای در این مسئله تاکید شده، برخلاف نظریات بعضی همکارای ما که من فکر میکنم که شاید درست نخوانده بوده باشن، صرفا به خاطر از اینکه یک ارزش خبری پیدا کرده بوده باشه این فرمان موسیق و خنداور خواندن و بعضیا گفتن که درد را دوا نمیکنه. ولی نباید ما پیش داوری بکنیم. هرگاه نظارت دقیق صورت بگیره ما کدام کار جدیدی را یا کدام ابتکار جدیدی را نمیبینیم، ولی من فکر میکنم که حداقل کارهایی را که باید نهادهای دولت افغانستان انجام میده و تا هنوز در انجام این کارها تعلل صورت گرفته، یک سرعت عمل اگر به وجود بیاید، این هم یک موفقیت به مردم افغانستان. شما چقدر مطمئن هستین که این فرمان بتونه فسادی که در عمق نهادهای دستگاه‌های دولتی افغانستان ریشه دوانیده، چطور این فرمان میتونه که این فساد را کم کنه یا حداقل کاهش پیدا کنه؟ چقدر مطمئن هستین خودتان؟ ببینید من فکر میکنم که اگر یک نظارت دقیق در قسمت تطبیق فرمان صورت بگیره و نهادهایی که معذرف از این فرمان مفادش را جدی بگیره، طبیعی است که یک سلسله کاهش در خود اندازه فساد در دولت افغانستان رونما میشه و ما نباید بسیار منفی ببینیم و بسیار بدبین بوده باشیم. هرگاه این نهادهای نظارتی که تطبیق مفاد این فرمان وظیفه به عهده داره اینا هم تعلل بکنن و اغماض بکنن و مصلحت‌ها را در نظر بگیرن، یا حتی کسانی که در حقیقت در رأس امور قرار دارن اینا هم دلچسپی و علاقه‌مندی نشان ندن، طبیعی است که روند فساد چون یک سیر صعودی را میپیماید من فکر میکنم که گسترش پیدا خواهد کرد. ولی اگر جدیت و قاطعیت در وجود شخص رئیس جمهور افغانستان موجود بوده باشه، من مطمئن هستم که نتایج مثبت را ما میتونیم از این تطبیقی فرمان به دست بیاریم. ما یک نکته را میخوایم اشاره بتم به عنوان یک مثال. خب مسئله کابل بانک گفتن که باید بررسی شود، قراره که سهامدارای کابل بانک در رسانه‌ها ادعا کردن که صداقت در این مسئله وجود نداره و فشارهای وجود داره و شما میفهمین که برادر رئیس جمهور و برادر معاون اول رئیس جمهور در این قضیه متهم هستند با وصف از که چندین دفعه نهادهای مختلف گفتن که اینا متهم نیستن و اینا را اعلان کردن که اینا تبرئه شدن. ولی به هر صورت در انظار عمومی، در افکار عمومی یک سلسله گپای وجود داره که به نوع از آنها مقامات عالی رتبه دولت افغانستان در قضیه کابل بانک سهیم است و وقتی که اینا سهیم بوده باشه و یک مسئله که به ضرر خودشان بالاخره تمام شود و اینا نخواهند که این مسئله که به ضررشان تمام میشه جنبه عملی و تطبیقی پیدا کنه، طبیعی است که سایر نهادهایی که نگاه میکنن اگر ببینن که در رأس علاقمندی و خوشبینی نسبت به از بین رفتن فساد و مشکلات و چالش‌هایی که مردم افغانستان با او مواجه هستند این خوشبینی وجود نداره، طبیعی است که اونا هم اغماض میکنن و کوشش میکنن که کار به وضع احسن انجام نده و وضعیت به این شکل ادامه پیدا. تشکر جناب عظیمی. برمیگردیم به اینکه در این اواخر میبینیم که یک سری بی‌اعتمادی ها، بی‌باوری ها بین اعضای مجلس و هیئت اداری به وجود آمده. شما به عنوان یک عضو فعال هیئت اداری در مجلس نمایندگان افغانستان در دلایل در کجا میبینید علت اصلی این بی‌اعتمادی ها، بی‌باوری ها نسبت به همدیگر
اعضای مجلس نسبت به هیئت اداری و هیئت نسبت به مجلس چی هست؟ ببینید بی‌اعتمادی و خود فضای موجود در داخل تالار وقتی که در بین اعضا دیده میشه، طبیعی است که انعکاس پیدا میکنه در بین 5 عضو هیئت اداری. این بی‌اعتمادی ها طبیعی است که در بین اعضای هیئت اداری موجود داره. مثلا رئیس شورا میخواد که یک کار را انجام بده، یک عضو هیئت اداری یک کار دیگه را میخواد انجام بده. همیشه یک سلسله تضادها و تقابل وجود داره و من نمونه مثال خدمت شما میخوایم ارائه بکنیم. شورا وجود داشت که اعضای شورا نباید در جرگه عنعنوی اشتراک بکنه، ولی یک چند دستگی در بین اعضای هیئت اداری ایجاد شد. رئیس شورا معتقد به این بود که باید اشتراک بکنه، به خاطر که رئیس صاحب جمهور از پیش تقاضا کرده که به پرستیژ دولت افغانستان صدمه میرسونه، باید اشتراک بکنه نشان. در حالی که ما به عنوان یک عضو هیئت اداری چون از اعضای شورا رأی گرفته بودم، مصوبات شورا، تصاویب شورا برای ما مهم بود نسبت به تقاضای شخصی رئیس جمهور افغانستان. بنابراین ما استادگی کردم به مسئله ای که مصوبه شورا وجود داشت نباید در این جرگه اشتراک بکنم، یا مسئله خود ایجاد محکمه غیر قانونی و اجرای مراسم تالیفی که به صورت غیر قانونی بر 9 تن کسایی که از طرف کمیسیون انتخابات گفتن که اینا باید در شورا عضو شوند و مراسم تالیفشون اجرا شد، ما اشتراک نکردیم و تا هنوز هم این مسئله را غیر قانونی میدانیم، برخلاف قانون اساسی افغانستان و تعهدات دولت افغانستان به جامعه جهانی. اینی چند دستگی‌هایی در مسائل مختلف وجود داره و همین چند دستگی‌هایی که در بین اعضا وجود داره طبیعی است که در 5 عضو هیئت اداری هم انعکاس پیدا میکنه و اعضای هیئت اداری هم به این مفهوم نیست که اینا با اعضا ارتباطات نداشته بوده باشن و مو ترکیبی که از لحاظ هر مسائلی که شما خودتان فکر میکنید سیاسی که چند تعدد افکار سیاسی در بین اعضا وجود داره، طبیعی است که در 5 عضو هیئت اداری هم تعدد افکار سیاسی و گرایش ها وجود داره. ما نمیتونیم یعنی شما منظور این است که میگین که همین اعضای هیئت اداری مثلا که 5 عضو هیئت اداری هست فرضاً با 244 با 244 عضوی که در داخل مجلس هستن، یعنی هر کدام بالاخره با روابط های سیاسی و روابط های مثلا قومی و سمتی و گروهی این چیزایی هدف شما هست. خب ببینید من یک مسئله رو میگم که خب از لحاظ زبانی و مثلا سمتی و مسائل شاید در قسمت تصاویب شورا و حفظ بی‌طرفی گرایش هایی نبوده باشه، ولی از لحاظ حزبی و افکار سیاسی افکار متفاوت است و عموما همیشه تاکید اعضای شورا به این است که اعضای هیئت اداری باید بی‌طرفی خود حفظ بکنه، ولی در بسیاری موارد دیده میشه که بی‌طرفی حفظ نمیشه و یعنی به نوع از آنها اعضای هیئت اداری طرف واقع میشه و ما رد نمیکنیم. نواقصی هم وجود داره در بین اعضای هیئت اداری و این نواقص برمیگرده به خود فضای موجود در تالار وقتی که خود سایر اعضا که مجزا از هیئت اداری در یک وضعیت بد قرار داشته بوده باشه، این وضعیت بد طبیعی است به اعضای هیئت اداری هم انعکاس پیدا میکنه. بله، البته بعضی از اعضای مجلس زمینگیر شدن و یا بی‌خاصیت شدن و یا مثلا کمکاری خود پارلمان افغانستان را نسبت میدهد به هیئت اداری مجلس. میگن که هیئت اداری کمکاری میکنه، خصوصا در رئیس مجلس نمایندگان افغانستان میگن که خب کمکار هستن، فعالیت ها تحرک خوب ندارن. مثلا خب در این زمینه نظر شما چه هست؟ البته من این نظر اعضای مجلس نمایندگان است، من به نظرشان احترام دارم و البته نظر شخصی من است که در این شکی نیست که از لحاظ مدیریتی و از لحاظ نحوه رهبری و یک سلسله خصایصی که در جهت تقویت نقش شورا میتونه مؤثر تمام شود، خلاهای در وجود رئیس شورا موجود داره، در بین سایر اعضای هیئت اداری موجود داره. من نمیگم که من بسیار آدم فعال هستم و آدم خوب هستم، دیگران نقیصه های زیاده داره در وجود ماها موجود داره، ولی به هر صورت چون رئیس نقش تعیین کننده را داره، رئیس جلسه، چی در پیشبرد امور اداری چی در پیشبرد امور سیاسی به عنوان رئیس پارلمان افغانستان، اگر یک سلسله تغییرات به وجود نبیاید طبیعی است که
پارلمان از این کرده هم زمینگیر خواهد شد و در بسیاری مواقع دیده میشه که ضعف در هیئت اداری وجود داره. شما مثلا هدف چه رقم تغییرات است؟ من فکر میکنم که شما میخواهید که تا بتونه پارلمان بکشه از حالت فعلی که قرار داره بکشه خود بالاتر. ببینید یکی در نحوه خود برخورد به عنوان یک نهاد قانونی دولت افغانستان با سایر نهادها یک سلسله تغییرات به وجود بیاید. ما نباید همیشه غلام القبه گوش ارگ ریاست جمهوری بوده باشیم و هر خواست قانونی و غیر قانونی که آقای کرزی به عنوان رئیس سه قوه افغانستان داشته بوده باشه با او لبیک بگوییم. به این مفهوم که وقتی مصوبه که شورا تصویب کرده ای باید همیشه معیار استادگی ما بوده باشه. وقتی که آقای کرزی یک تقاضای شخصی داره یا سایر نهادهای حکومت افغانستان یک تقاضای شخصی داره، برای ما ملاک و معیار در جهت رفتار ما، روش ما و برخورد ما باید مصوبات شورا، اصول وظایف داخلی شورا و همچنین قانون اساسی بوده باشه. یک مسئله که بسیار مهم است. مسئله دومی در نحوه خود کارکرد اعضای شوراست که ما بتونیم شورا را از این وضعیت نجات بدیم. کمیسیون‌های ما واقعا بسیار کمکار است و بسیاری کمیسیون‌های ما در اصلش کسانی است که او کمیسیون‌ها را صلاحیت و استعداد و توانایی رهبری او کمیسیون‌ها را نداره. وقتی که ما میگیم کمیسیون‌های اختصاصی ولسی جرگه در یک موضوع خاص مثلا اونا میتونن پالیسی را اتخاذ بکنن، در یک مسئله خاص اونا به عنوان کمیسیون اختصاصی فعالیت‌های نظارتی خود را انجام بدن، کسی که در رأس کمیسیون است و سایر اعضای کمیسیون دانش علمی و مسلکی خود را در اون جهت خاص باید بلند ببره. از لحاظ مدیریتی خود کمیسیون خوب مدیریت بکنه و بتونه که قوانینی که به این کمیسیون ها ارسال میشه مطابق با اصول وظایف داخلی به اسرع وقتی قوانین مورد بحث قرار بده و نقطه نظراتی که در حقیقت نمایندگان مردم به عنوان ممثل اراده مردم افغانستان در تصویب قوانین دارن، این نقطه نظرات گنجانیده شود و کمیسیون های مختلف به صورت یعنی به یک زمانی که قید زمانی که اصول وظایف داخلی پیش بینی کرده این قوانین مورد بحث قرار بده و آماده بحث در مجلس عمومی بسازه که خود پروسه قانونگذاری یکی از وظایف اصلی ولسی جرگه است که متاسفانه ما میبینیم که اعضا نه تنهایی که در جلسات حاضر نیستند، در کمیسیون ها هستند. بسیاری کمیسیون های ما هیچ نصاب نداره و بارها ما این مسئله رو تاکید کردیم. حتی رؤسای کمیسیون ها عنوان کردن که گویا ما چی تقصیر داریم که اعضا حاضر نشه. ما فعلا همون پروسه‌ای که قطع معاش بود او را در منصه اجرا گذاشتیم. بعضی وکیل صاحبا چون بسیار دارایی‌های هنگفت دارن اصلا به این معاش شورا واقع نمیگذارن، یعنی به این معنا که به زبان عام در قصه معاش شورا و نیاز معاش شورا نیستن. اونا هیچ مؤثر تا هنوز متاسفانه تمام نشده. ولی در این شکی نیست که بعضی از اعضا گلایه داره که رئیس کمیسیون ما مثال کمکار است، رئیس کمیسیون ما امور کمیسیون پیش برده نمیتونه. بالاخره ما هم بی علاقه شدیم که در جلسات اشتراک کنیم. این مشکل هیئت اداری چی تصمیمی گرفته؟ چی تصمیمی داره که تا بتونه این مشکل را حل کنه؟ ما گفتیم تا هنوز ما تصامیمی که گرفتیم موثر واقع نشده، ولی یک تعداد از وکلا به شمول یک تعداد از اعضای هیئت اداری در این روزها خصوصا بعد از رخصتی ها از جمله شخص ما و سایر دوستان همفکر ما چی در هیئت اداری و بسیار دوستان عزیزی که در بین اعضا ما داریم به عنوان یک تیم همفکر، همه ما به این نتیجه رسیدیم که باید ما شورا را از این وضعیت نجات بدیم و در سایر رسانه ها ما صراحتاً بیان کردیم که بله شورا فعلا زمینگیر شده، شورا به یک بنبست مواجه شده که این بنبست مواجه شدن شورا تنها مسئله نقص در یا ضعف در هیئت اداری نیست، بلکه اعضا ضعف‌های خود را داره. ولی ما نمیتونیم که صرفاً ضعف عنوان بکنیم و این چاره ناندیشیم. ما در پی اندیشیدن یک چاره اساسی به خاطر نجات دادن شورا از این زمینگیر شدن که فعلا به شورا به او مواجه شده و ضعفی که فعلا به شورا مواجه است و توقعی که مردم از شورا داره و ما نتونستیم چی خود ما هم توقع داشتیم که بسیار کارهایی را انجام بدیم. متاسفانه
کار را انجام داده نتونستیم. البته یک سلسله قوانین و کارهایی که صورت گرفته این در حد توقعی که ما داشتیم که باید چی کارهایی بر مردم ما انجام بدیم و مردم ما از ما چی توقع داشت این کارها انجام نشده. متاسفانه که ما تلاش داریم که شورا را از این وضعیت نجات بدیم و گمان زنی ها و بحث ها در این ماه مبارک رمضان هر روز ادامه داره. ما در گروه پارلمانی که سعیم هستیم در اونجا جلسه خود را دایر کردیم و مجموعه های مختلفی که در شورا هست، کسانی که به نوع از آنها رهبری و رأسی مجموعه ها را به عهده داره، اونا را تقاضا کردیم که نشستای را با انجام بدیم که بتانیم یک راه حل اساسی به خاطر بیرون رفت از این مشکلات که شورا داره پیدا کنیم. یک موضوع دیگه که حتی ما به عنوان یک خبرنگار یا به عنوان یک کسی که ناظر هستیم بر کارکرد اعضای شورای ملی و خصوصا مجلس نمایندگان، موضوعی که داخل پارلمان اکثرا یاد شده و یاد میشه و هر روز متهم میکنن که برخی از اعضای مجلس نمایندگان که از پول میگیرن از اونجا به کارهای جاسوسی و یا نمی‌فهم به کار هم چیزای مصروف هستن. در این مورد نظر شما چی هست؟ و حالا که دمی روزهای اخیری که مسئله استجواب و استهزاء از وزرا بودن و خصوصا موضوعات امنیتی داخل افغانستان و راکتباران پاکستان، بعضی از اعضای مجلس شاهد بودیم که میگفتن رسما به هیئت اداری میگفتن که شما معامله کردین، معامله های در کار هستن. ببینید منظور من از بی‌اعتمادی های قبلا اشاره کردم اینی موضوعات بود که چرا این همه بی‌اعتمادی در مابین اعضای مجلس و هیئت اداری و بین خصوصا در بین اعضا وجود دارد که بارها گفتن که 44 نفر نمیفهمم که از کجا پول میگیرن و چطور میکنن. هدف من اینجا هست که شما به عنوان یک عضو مجلس این موضوعات را تا چند اندازه رد میکنین، تا چند اندازه میپذیرین که آیا همچین چیزی وجود دارد ندارد. ببینید یکی عنوان کردن یک مسئله است که ما عنوان میکنیم که فلان کسا معامله‌گر است، فلان کسا جاسوس است، فلان کسا کارهایی را انجام داده که جزء وظایف و مکلفیتایش نبوده و کارهای غیر قانونی را انجام داده. این عنوان میشه. ولی کدام سندی که کسی جاسوسی کرده بوده باشه، به او پول پرداخته شده باشه، کسی معامله‌گری کرده بوده باشه، امتیاز گرفته باشه یا پولی گرفته باشه، در دسترس ما هیئت اداری وجود نداره و این باید مستند ساخته شود. یک شب ما از طریق یکی از رسانه‌ها شنیدیم که یکی از کارشناسا گفتن که امنیت ملی افغانستان گفته که 44 نفر از اعضای شورا از دولت ایران پول گرفتن که به پیمان استراتژیک معاهده استراتژیک افغانستان و امریکا رأی رد بدن، رأی مثبت ندن. ما وقتی که این مسئله رو شنیدیم این موضوع را محول ساختیم به وزارت دولت در امور پارلمانی که از طریق نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای تحقیقی آقای داوود مرادیان که یک کارشناس است اینا را از پیششان بپرسن که امنیت ملی که این مسئله را گفته این کسا کی است و اسامی از اینا رو اعلان میکنه که ما از طریق شورا اعلان میکنیم که کسا پول گرفته، اسناد اگر در این زمینه وجود داشته باشه، اگر که نداشته بوده باشه یک اتهامی است، باز مطابق قانون باید با اونا برخورد صورت بگیره. این مکتوب ارسال شد و اعضایی که عنوان میکنه از اونا هم تقاضا کردیم. شما بارها در مجلس عمومی شاهد بودین که گفتن که وکیلا پول گرفته. خب وکیل کدام وکیل پول گرفته، چی وقت پول گرفته، اسمش چی بوده، کی پول داده، چی مبلغ داده، هر نوبتی که ما پرسیدیم هیچ کسی حاضر نیست که در این باره یک معلومات مستند ما ارائه بکنه که به او اساس در برنامه شما ما بگوییم که بله ما این رد میکنیم یا ما این تایید میکنیم. پس هدف از این راه اندازی های این همه شایعات را که شما میگین چی هست؟ چرا این همه شایعات؟ ما میخوایم ضمن یک مثالی را واضح بسازم برای شما. موقعی که عنوان میشه که 44 نفر پول گرفته از دولت ایران و در یکی از رسانه‌ها یکی از وکلا تا نامش گرفته میشه که 3 میلیون دلار بر از او پرداخت شده که در بین وکلا تقسیم بکنه و پیمان استراتژیک ایالات متحده آمریکا باید رد شود. موقعی که شما پیمان استراتژیک آمریکا را در معرض رأیگیری قرار میدین، در اونجا 3 رأی یا 2 رأی یا نهایت 4 رأی مخالف می بوده باشه. خب همین 30 میلیونی که داده شده این به کی پرداخته شده بوده؟ و این 40 نفر وکیلایی که سالها به قول کسانی که اتهام وارد کرده این پول گرفته، اینا هم جرأت از این هم نداشتن که به پیمان استراتژیک امریکا رأی مخالف بدن. اصلا این 40 نفر کی بوده؟ باید هدف از این تخریبی که پارلمان تخریب میکنه تا اندازه. ببینید ما میخوایم که گپ خود تکمیل بکنم. این به این مفهوم است که اگر
پیمان استراتژیک آمده بود، من فکر میکنم که زیادتری برمیگرده به امنیت ملی افغانستان و من میشناسم بعضی دوستا را که اونا یک مانورایی را میکردن. این مانورا در زمان حکومت ببرک کارمل و دکتر نجیب که در زمان حکومت ببرک کارمل دکتر نجیب رئیس خاد افغانستان بود، این مانورا زیاد به کار برده میشد و مطمئنا که فعلا هم او کارمندای سابق که در اون وقت در خاد و در اقصا و در اینجا کار میکردن از این مانورا استفاده میکنه و حق طبیعیشان از باید هم استفاده بکنه که در اون وقت گروپ را ترتیب میکردن، در بین مجاهدین روان میکردن به عنوان مجاهد و بالاخره باز یک کار را میکرد، یا کسای پروتکلی بود که از دولت ماش میگرفت در صفوف مجاهدین و پلانا را افشا میکرد. این هم فکر میکنم یک مانوری بود از طرف نهادهایی که من نمیتونم که صرفا امنیت ملی را بگویم، امنیت ملی را به عنوان مثال که گویا اگر مخالفتی هم وجود داشته بوده باشد در نسبت این پیمان بنا به خود مسائل اولیا و منافع ملی افغانستان، او شخص این مخالفت خود را ابراز کرده نتونه که مبادا اگر من مخالفت خود ابراز کردم جاسوس ایران یا جاسوس پاکستان یا سایر کشورهایی که به تایید پیمان مخالفت داشتن جاسوس از اونها قلمداد نشم. این فکر میکنم یک مانور بود و مانور بسیار خوبی هم بود. یک مسئله و در بسیاری موارد همیشه اتهام وارد میشه، مثال در قسمتی که وزرا را اعتماد گرفته میشه، ما هم به عنوان هیئت اداری در تلاش ازی هستیم که اسناد را شخص خود ما حتی با یکی از همکاران ما در اعضای هیئت اداری مشوره داشتیم که ما و شما باید یک تلاش را به خرج بدیم که همین کسانی که گفته میشه که اینا معامله گری میکنن در مسئله وزرا اینا پول میگیرن، در مسئله انتخابات هیئت اداری اینا پول میگیرن، این باید مستند بسازیم. ما به عنوان عضو هیئت اداری در 2 دوره که خود را کاندید کردیم هیچ وقتی از ما کسی تقاضای پول هم نکرده و ما پولی هم نداشتیم که به کسی بتم. اصلا ضرورت از این نیست، چرا یعنی باید پول آدم بده؟ چنانچه که در دوره انتخابات مردم شریف ولایت بلخ شاهد هستند که من از جمله کاندیدایی بودم که نه به کسی پشخانه توزیع کردم، نه به کسی گندم توزیع کردم، نه هارد توزیع کردم، نه کسی را به قول همکار ما بشردوست پلو چلو دادم. فقط گفتم که من خدمتگار شما هستم و صرفا تعهد ما در امو اوراق ما بود که ما به عنوان یک نماینده شما وقتی وکیل پارلمان به لطف خدا و حمایت شما شدم، یک وکیل سمبولیک و حضور نمایشی نخواد داشتم در پارلمان که الحمدلله این خود مردم ما قضاوت بکنه که چقدر ما تانستم که در پارلمان از اونا نمایندگی بکنم و او هم در حالتی که پارلمانی که بسیار با مشکلات مواجه است. بنابراین من فکر میکنم که زیادتر اینا اتهام است و خواهش میکنم از نهادهایی که از اشخاص حقیقی و حقوقی که این مسئله را عنوان میکنه، اگر کدام اسناد داشته بوده باشند، کدام شواهد و مدارک داشته بوده باشند، این در اختیار هیئت اداری اولوسی جرگه و حتی سایر اعضا قرار بدن که عنوان شوه این مسئله که در حقیقت یک مرز، یک سرحد بین کسایی که معامله‌گر است در داخل پارلمان، کسایی که به اشاره ارگ ریاست جمهوری یا سایر نهادهای حکومت افغانستان خواستای نامشروعی از اونا را میخواه که جنبه تطبیقی بده، همین صف مجزا شود که مردم افغانستان هم بدانه که در پارلمان کی از نمایندگی از اونا سوء استفاده میکنه و کی میتونه که به وجه اصلا از اونا نمایندگی بکنه. در اخیر در یک جنبندی کلی اگر در یک کمتر از 1 دقیقه که برامون بگوین که با وجود همه چالش ها، کاستی ها و نواقصی که نقطه ضعف و قوتی که پارلمان افغانستان داره، خصوصا مجلس نمایندگان افغانستان، شما چگونه ارزیابی میکنین نسبت به دوره 15 دور 16 شما چگونه ارزیابی میکنین؟ ببینید مسئله مهمی که در دور 16 است یک تعدد افکار در دور 16 است و حضور جوانا و حرکت‌های مدنی بیشتر در این پارلمان صورت میگیره نسبت به دور 15. دور 15 یک چند نفر مشخصی بود که اونا تیم‌ها را رهبری میکردن، امونا صحبت میکردن، امونا نظریات خود ابراز میکردن، سایرین نگاه میکردن. ولی در دور 16 با آغاز دور 16 یک موفقیتی که پارلمان افغانستان داشتی که حکومت ایراسان ساخته و تا هنوز حکومت تلاش میکنه که این پارلمان تحت شعاع قرار بده، این پارلمان خرد بسازه، این پارلمان در انزوا قرار بده. این در حقیقت ترسی است که از این ظرفیت پارلمان اونا دارن و این ظرفیت مطمئنا که در پارلمان وجود داره. اگر پارلمان
و اعضای پارلمان از خود یک برای زندگی نشان بده، 100% ما میتونیم که بسیار کارهای را به نفع مردم افغانستان انجام بدیم و جلوی کارهای خلاف قانون حکومت افغانستان را بگیریم. ما یک چیز دیگه را میخوایم اشاره بکنیم که در دور 15م حکومت افغانستان چون بعد از دهه‌ها جنگ و بدبختی پارلمان آغاز شده بود، در قسمت پارلمان یک برنامه نداشت. ولی شما در جریان هستین با وقتی که پارلمان دوره 15م ختم شد، تجارب حکومت که از پارلمان گرفت، در دور 16م حکومت با یک برنامه قبل از افتتاح پارلمان وارد عمل شد و شما میدانید که هنوز نتایج انتخابات اعلان نشده بود که آقای کرزی نگرانی خود را به عنوان کسی که منسوب به یک قوم است در رابطه به انتخابات غزنی ابراز داشت که خلاف تمام اصول قبول شده و حقوق مدنی حتی قانون اساسی افغانستان بود. بنابراین حکومت یک برنامه داشت و این برنامه را تانست که با ایجاد محکمه خاص تا حدود تطبیق بکنه، ولی ایستادگی بعضی از اعضا باعث شد که حکومت در این برنامه خود به صورت کل موفق نشه و ایراست تا هنوز هم از این پارلمان وجود داره و این پارلمان ما به عنوان یک عضو پارلمان خدمت شما و بینندگان عزیز میگم که هر روز یک موقع پیدا شود در جهت تأمین منافع مردم افغانستان کار بسیار موثر خود انجام داد و در ضمن جلوی این کارهای غیر قانونی و تاراج دارایی‌های مردم افغانستان که حکومت افغانستان و کسایی که در رأس حکومت هستند انجام دادن جلوی وزیران را خواهد گرفت و یک روزی پارلمان کار خواهد کرد که مردم واقعا تعجب خواهد کردند که این ظرفیت و توانایی در این پارلمان وجود داشته. با وصف از که چقدر حکومت افغانستان کوشش میکنه که این پارلمان زمینگیر بسازه و نه از آنها کوشش میکنه که این پارلمان به عنوان یک نهاد تشریفاتی و نهاد سمبولیک در حاشیه برانه. به امید موفقیت. دوستان عزیز سپاسگزارم از اینکه شما تا با ما همراه بودید و تا هفته بعد خدا نگهدار.